عزیزم چرا گریه میکنی؟ ناراحتم. چرا؟ چون شنیدم بچه ها ساب نمی کنن، ویدیوهامو میبینن ولی سابسکرایب نمی کنن. لوس بود خیلی. درود بچه ها، عشقای من، بوس به کلتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون شاد باشه، پیش خانواده خوب باشه. لود نشد. آره کانکت نشدم. ما خونمون رو داریم عوض میکنیم. الان تصویر پشتم خوبه؟ خیلی هم عالی. خونمون رو داریم عوض میکنیم. اول از همه اگه خیلی ظاهرمون مناسب نیست واسه اینکه اسباب کشیه و خودتون میدونید که اسباب کشی یه مقدار سخته. اینجا شاید یه کوچولو حتی سخت‌تر باشه. حتی سخت‌تره؟ واقعا سخته. چون به هر حال یه سری داستانا داره که باید رعایت کنی که اون داستانا رو ایران نداری و ما هم توی این خونه جدیده یه سری داستان جدید به وجود اومد که یه ذره شرایط رو برامون سخت‌تر کرد. حالا من با همه این شرایط اولی که عذرخواهی میکنم که این مقدار به هم ریخته این دو بابا، که با همه این شرایط من خواستم که بگیرم ولاگو که داشته باشم. چرا رفتی پایین؟ جورابمو گرفتی؟ خب پس دقیق نشون بده پس. وای گوشیم گفت دین که برام SMS اومد کپی رایت نخوریم. اون یکی هم سوراخ شده. اون یکی هم داره سوراخ میشه. خب فشار زندگیه که داره از ته و سر میزنه بیرون. آقا الان این خونه رو یه کوچولو بهتون نشون میدیم، یه توضیح کوچیکی راجع به همه اتفاقایی که افتاد میدیم، در جریان باشید. بعد میریم خونه جدیدم بهتون نشون میدیم و این ولاگ پر هیجان رو تمامش میکنیم. حتما با اون همراه باشید. اون خونه‌مون خیلی خوشگل و خفن‌تره. بریم خونه رو بهتون یه ذره نشون بدم. یه مقدارم توضیح میدم واسه مثلا سبک این که مثلا اینجا روال به چه صورتی. امیدوارم که این ویدیو دوست دارم فان بشه. ولی وقتی میخوام خونه نشون بدم چرا باید فان بشه؟ یعنی فان نمیشه. چیکار کنم که فان شه؟ عارفه بذار برقص برام. آهنگ بزن. نه خودم آهنگ بزن. پیدا نیست فقط داری مایکل جکسونی میری. خب با اون جورا خب چیکی موجی حالا بی بالا الا موجی یری چیکی موجی. میدونستی این آهنگ مایکل جکسون برای من خونده؟ موجی چیکی موجی الا موجی یری دو بیا. خب دوباره هی من میگم بیا و منم نمیام. تلویزیون تموم شد خونه همینه. بچه ها خیلی ممنون که با هم بودین. لایک و سابسکرایب. خب ما با این اولین خونه مشترکمون بود. کلا اولین خونه توی کانادا بود و خیلی داری سری میخوام واسه همه خونه بزرگه، میخوام واسه همه تیکه‌ها توضیح بدم. آخه بیرون برف اومده خیلی خوشگله. دلم نیومد زودی. بچه‌ها ببینید دور گلاس آشپزخونه. اینجا میگن دور گلاس یعنی دور شیشه است. چه ربطی داره؟ واقعا داریم همه ماشین ها و رفت آمدها تو خونه ما انجام میشه. پرایوسی نداشتیم. نه اگه می‌خواستیم اینطوری پنجره کنار باشه ماشینا تو خونه بودن. انگار ما بیرون بعضی موقع در خونه‌مون رو میزدن میگفتن که مثلا ما یه ذره مسیرمون دوره، دیرمون شده، میشه از اتاق خواب شما بریم، مسیرمون نزدیک‌تر میشه. خیلی فان. خب این نمای بیرونی خونه است. سرساش خالینا رو میخوای نگیر. گرفتی؟ من اول وارد شدم تو کادر بود. این آشپزخونه. ما وقتی این خونه رو گرفتیم هم خونه اولمون تو کانادا بود هم کلا خونه اول مشترکمون بود. این خونه رو گرفتیم ما دقیقاً زمستون تحویل گرفتیم، برف اومده بود، بعد خونه مثلا پیدا نمیشد، با شرایط ما اوکی نبود. این خونه خیلی خیلی واقعا خواست خدا بود، یه دفعه‌ای پیدا شد و ما پسندیدیم و واقعا خونه خوبی بود. و چون ما هاوس دوست داشتیم، کلا اینجا هاوساش خیلی جذابه و این هاوس خیلی چیز بود،
خیلی تمیز بود، از این بابت که هاوسا هم حشره داره هم نم داره، حتی نمو هنوز داره چون چوبه، ولی بقیه چیزاش واقعا اوکی بود، حشره نداشت، ما خیلی دوستش داشتیم. اونو نشون دادی؟ آره میخواستم چوب لباسی پیدا نباشه لباس همینطور آویزون، ولی دیگه پیداست. آره سعی کن چیزش کنی، پوششش بدی. بچه من هر رو ورزش میکنم دیگه تو اعصاب کشیم دیگه. آره. فیلو نشون دادی؟ بله. خب این فیل بچه‌ها خونمون تموم شد. همین تموم شد. من الکی دارم کشش میدم تا آتیشو نشون دادی؟ بله همه چی رو این نشون درسته دادم. که آتیش الکیه ولی از اینجا بخار میاد بیرون، یعنی الکی آتیش ولی بخار نمیاد بیرون، باد گرم میاد بیرون، یعنی آتیش الکیه ولی بخاره باد داغه راسته. ولی بچه تلویزیون داریم ما ساعت، آینه، اینترنت، نه وسیله میشه گذاشت روش. خب قسمت جذاب میزم نه ها از اینا که وسیله میشه روش گذاشت که ما هیچ امنیتی نداشتیم اینجا بود. من اتاقمون رو خیلی دوست دارم. اتاقمون وقتی این پرده رو میکشی تاریک میشد فقط بخوابی. خوراک عالی بود برای خوابیدن. قسمت جذاب قضیه اینه که آقا چه وضعیه؟ شیشه‌ای در اتاق. آقا چه وضع؟ بعد روبروش هم پنجره. روبرو پنجره هم خونه. نشون بده. خدایش نشون بده. این پنجره نشون بده. بعد روبروی این پنجره هم پنجره خونه همسایه است. آقا میخوایم بریم حموم. دیگه. حموم. خیلی خوشگل بود. من خونمون ولی خیلی خوشگل بود. واقعا دوستش داشتیم. که وان نبود دوست داشتم. و هیچ مشکل خاصی نداشت. سلام، چطوری بچه ها؟ خوبین؟ من اومدم. خب داشتم چی میگفتم پشت دوربین که ما لوکیشن عوض کردیم و من کلاه گذاشتم چون موهام خیلی به هم ریخته بود، دلم نمیخواست اونطوری باشم و اینجا نور بهتره. حالا توضیحش چی میدادی؟ هیچی، داشتم میگفتم که ما دیروز وسایلمون از این خونه بردیم خونه جدید. البته خیلی وسیله نداشتیم چون همونطور که دیدین خونه با وسایل بودش، ولی خب یه سری خرید کرده بودیم برای اون خونه بردیم و امروز تا تقریبا نیم ساعت یه ساعت دیگه بعد خونه رو تحویل بدیم. فقط اینجا کاملا تمیز، حالا حداقل این خونه‌ای که ما هستیم کاملا تمیز تحویل میدن، یعنی همه چی خیلی 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 تمیز و مرتب و به همون شکل هم باید تحویل بدیم و خب یه ذره امروز داشتیم تمیزکاری و اینا میکردیم. حالا بذار من این توضیح کلی بدم خیلی کوتاه، شاید بعضیا دلشون بخواد بدونن که روال به چه صورت. اینجا ما اینجا رو همونطور که عارفه گفت باید مثل روز اول تمیز و خوشگل تحویل بدیم و ما تا 10 دقیقه پیش داشتیم هنوز کارتون بار ماشین میکردیم و تو همین 1 رو 20 دقیقه سریع همه کارا رو کردیم. حالا 1 رو 20 دقیقه که نه، تو نیم ساعت 45 دقیقه داریم کارا رو میکنیم و دارم ویدیو میگیرم. واسه همین اینقدر که به هم ریخته ایم. کلا همه چی اینجا یه کوچولو کلا اینجا همه چی اساس کشی سه چیزا داره. مثلا حالا جدا از اینکه این خونه رو باید تمیز تحویل بدیم، ما باید میرفتیم یه ماشین کرایه میکردیم و وقتی ماشین کرایه میکنیم بهت چیزی به اسم کارگر نمیدن، یه ماشین میدن، خودت باید رانندگی کنی، گواهینامه‌شو داشته باشی، رانندگی کنی، دیگه ماشین رو بهت میدن. حالا اون چی میگن، بیلبیلکی که میبندی پشت ماشین یا خود کامل خود ماشین تراک بگیری رو بهت میدن، اونو کرایه میکنی، میگم برو حالا هر موقع 24 ساعت 40 ساعت هر چقدر میخواد 48 ساعت هر چقدر که میخواد اینو ما بهت میدیم. در نهایت ما دیشب ماشین رو به سختی با تأخیر نیم ساعت 45 دقیقه‌ای بعد از ظهر گرفتیم. تازه 7 شب تازه ماشین گرفتیم. دیروز صبح که ما قرار بود بریم کلید رو تحویل بگیریم، کلید اونجا رو به ما ایمیل زدن که آسانسورها خرابه، ساعت 8 بهتون کلید میدیم ولی آسانسورها خرابه. حالا طبقه آخر من حس میکنم که اینطوری بودش که برای اینکه بار نبرن با آسانسور، آسانسور باربریه. چرا گفته بودن که بازرس نیاد چون خونه رو سر وقت تحویل دادن، همه چی سر موقع بودش، اصلا به سیستمشون نمیخورد که
دقیقا مهمترین آیتم اینطوری به مشکل بر بخوره که آسانسور نداشته باشه. خیلی سخت. ولی حالا آسانسور به هر حال قطع بود. ما البته اینم تو پرانتز بگم که کارگر گذاشته بودن، ولی خب چون ساختمون نوساز بود و تازه دیروز داشتن به همه ساکنین تحویل میدادن، یعنی تمام واحدات دیروز مثلا توی یه ساعتی اسباب کشی داشتن، خب کارگر گذاشته بودن ولی کارگر به همه نمیرسید. یعنی این آپشن رو برامون قرار داده بودن ولی خب تعدادشون کلا 4-5 تا کارگر داده بودن و این همه آسانسور که ما اصلا حتی به کارگرام نرسیدیم، چون ما وقتی که رسیدیم با بار رسیدیم دم ساختمون ساعت 9 شب بود و توی سردترین حالت ممکن هوا بود. شب شده بود -8 بود، باد زیاد می اومد. ما رسیدیم آسانسور خراب، کارگران نیستن و ما این همه وسیله رو باید تا بالاترین طبقه می بردیم. حالا دیگه شما تصور کن چی به ما گذشت دیروز. ولی به هر حال وسایل برده شد. هنوز خیلی چیزا داخل ماشینه، داخل یه ماشین دیگه است، باید بریم امروز کاراشو انجام بدیم. ولی خب انجام شد خدا رو شکر. یه نیم ساعت دیگه خونه رو باید تحویل بدیم. من خواستم که این ویدیو بمونه به یادگار. از اولین خونمون این خونمون رو داشته باشیم، تو چنلمون باشه و روال عوض کردن خونه رو یه کوچولو هم برای شما توضیح بدیم. تجربه خیلی جالبش اینه که ما این خونمون هاوس بود، قدیمی بودش، بعد با چیدمان بود، ولی اون خونمون خب توی شهری که ما هستیم تعداد آپارتمان ها و مثلا ساختمون ها خیلی کمه. 99% خونه ها هاوس، اونطوری نیستش که مثلا برج داشته باشه، ساختمون داشته باشه. اون سبک حالت قدیمی و بومی خودش رو حفظ کرده و میتونم بگم که جزء معدود ساختموناییه که حالا ما گرفتیم و مثلا سعی کردن که یه ذره سبک مدرن کار بکنن. بعد یهو از این خونه داریم میریم اون خونه. آره. اینش خیلی جذابه باحاله. ولی ما خب چون تو ایران معمولا خونه‌مون آپارتمانه، انگار به همون آپارتمان نشینی بیشتر عادت داریم تا اینجا. آره ولی خب اینجا قشنگ بود، خوب. آره خدایی. هاوس کلا اینجا جالبه، فقط انقدر که یه سری از داستانا تو هاوس ها هست که تو آپارتمان ها نیست و آپارتمان در کل بهتره. خب حرفی چیزی؟ نه. کات بدیم بریم خونه جدید؟ آره اگه بچه سوالی راجع به کانادا کلا مسائل مربوط به کانادا مهاجرت داشتین توی کامنت ها میتونید بپرسید تا جایی که بدونیم و تجربه کرده باشیم، اطلاعات راجع به اون موضوع داشته باشیم، حتما راجع بهش صحبت کنیم. یه ویدیو میسازیم برای جواب دادن به سوالای مربوط به مهاجرت و کانادا. خب دیگه حرفی نمیمونه. خوشحاله، میخوایم ویدیو فان بشه ولی داره نمیشه. خب کات بدیم بریم تو خونه جدیدمون. میخوام برم تو دهنم. خب بچه‌ها خونه جدیدمون که میخواستم بهتون نشون بدم با ویو ابدی اینجاست و راضیم. بهتر از اون نیست؟ بریم. سلام خیلی سلام. شما چه اولی مهمونه هستی؟ بله. وای خونمون پیدا شد. خونمون تموم شد. میخواستم تیکه تیکه نشون بدم. بیا. خب بچه ها به خونه ما خوش اومدین. قرار شد که ولاگ بگیریم از جا به جایمون. از خونه قبلی کوچولو گرفتیم و این هم خونه جدیدمونه. پیداست همینه. ولاگ تمام شد. ما را سابسکرایب کنیم. دوستتون داریم و خدافظ. نه حالا واقعا ما این خونه رو خیلی دوستش داریم. کوچیکه ولی دوستش داریم و اینکه شاید باورتون نشه کوچیک و جمع جور و ترتمیز و از خونه قبلی که گرفتیم تا این که الان این ویدیو رو داریم میگیریم گذشته تایمی، چون که پول نداشتیم وسیله بخریم.
زمان میخواستم تو کار کنم وسیله بخرم نشون بده وسیله ها رو. یعنی هیچی گرونتر از این پی سی آقا مجتبی نشده. این پی سی من دیدی تو ویدیوهای قبلی همون دیگه پی سیه که تو اون ولاگ عارفه جان خیلی سورپرایز شد. اگه ویدیوشو ندیدید حتما میذارم این بالا ببینید، خیلی باحاله. اینجا اتاقمونه که خیلی وارد جزئیات نمیشیم. پی سی مونه. اینجا رو نشون ندادی. این دری که میبینید لاندریه. اینجا لاندریه، ماشین لباسشویی و ماشین خوشکن هستش که ولی چون همیشه کلی کسی بسته است. پر از این لباسه. کموده رو نشون ندادی. همه یه کموده درها بسته است، فقط داریم در نشون میدیم. این هم باز کن اینجوری. آخه نگاه کن چقدر وسیله های منو میریزه اینجا دم در، وسیله خودش رو قشنگ میچینه تو کمد، نه همه چی مرتب، ولی وسیله منو لطف کرده گذاشته اینجا، یعنی میریختم در. مجتبی مظلوم تو کامنت ها. خب اینجا وارد راهروی میشیم که منتهی میشه به سالن و در واقع ما نیاز به یک راهروی داشتیم که بتونه بخش‌های مختلف خونه رو به هم وصل کنه. اتاق‌ها به لاندری، لاندری به مستراح و مستراح به هال. ما با استفاده از این راهرو تونستیم اینها رو به هم وصل کنیم. اینجا که می‌بینید که درش مثل جاهای دیگه بسته است، مستراحه. نشون ندیم هیچی رو؟ آقا مستراح آخه دیدن نداره که. بذار در سلام علیکم. لایک جفتمونم میتونیم باشیم اگه همینجا ویدیو رو بگیریم. آینه هم کثیفه فکر کنم. بله بذار من اینو چیز کنم، چون بچه ها میدونم که میخواستید بدونید که بچه ها ما هم مثل همه آدم، درسته که ما آدم های معروفی هستیم ولی ما هم مثل همه آدم ها میریم دستشویی و دلم میخواست که بدونید که ما هم میریم دستشویی و دستشویی استفاده میکنیم مثل همه شما ها. بیایید جلوتر. اینجا وارد سالن خونه میشیم که منتهی میشه به راهرویی که میرسه به بالکنی که انتهاش هر چقدر تلاش بکنی باز بزرگتر از این به نظر نمیاد. واید بگیر بزرگتر از این واید بگیر که بزرگ شه. خب بیا جلوتر. میخوام این قسمت رو به دو قسمت تقسیم کنم که بتونید قشنگ ببینید. قسمتی که میبینید حال و ما اینجا بچه ها ما هم مثل همه آدما تلویزیون نگاه میکنیم و میخواستم بدونید که ما هم تلویزیون نگاه میکنیم. نکمیز میشین. خب اینجا تلویزیون نگاه میکنیم. این شومین است. نشون دادی؟ آتیش توش. خواهش میکنم آتیش توش رو بیا قشنگ نشون بده. این چراغ رو حتما نشون بده. اینا رو حتما نشون. خرگوشه رو هم میخوای بگی برای خرگوشه چه مراسمی بود؟ برای مراسمی بود که از سمت کارت از سمت مثلا چیز خیلی مهمی نیست. اینجا یه مراسمی هست تو کانادا که به مناسبت اون روز تخم مرغ و کاکائو مدل خرگوشی خودش بیا نزدیک نشون کادو میدن. این رو ما از یک مغازه عتیق فروشی خریدیم، مال 2000 سال پیشه. پیداست از قیافش. جدا میگم. آره. چرا اینجوری میگی؟ فکر می‌کنم قدیمی نیست واقعا. اینو اصلا نبودی تو تصویر. یه دور دیگه واقعا اینو از این مغازه عتیق فروشی خریدیم و قدیمیه. یعنی واقعا شاید برگرده به لویی 17. شاید. خب میایم این قسمت که میشینیم ما. دیگه دیدن بچه‌ها دیگه تو ویدیو. بچه‌ها ما منم آشپزخونه است. تموم شد. تموم شد. همه چی تموم شد. کل خونه همینقدر بود. اینجا میز همینقدر بود. ما وقتایی که میخوایم غذا بخوریم میشینیم و غذا میخوریم مثل همه آدما. خونه ما همین بود. نه بالکنی چی اینجا؟ هیچی. خواستم بگم پردار پردار رو بدیم بالا. میخوای نشونم بدی که چارچوب درشی شده یا اونو نمیخوای؟ نکته که داره این خونه، ما بالاترین طبقه رو گرفتیم و پول بیشتری داریم میدیم ولی بارون زده. در کانادا خونه های طبقات آخر را توی آپارتمان ها نگیرید برای اینکه این شکلی میشه. فقط کم مونده بود دیگه آب و برف و بارون همه بیاد تو. خراب شد. ولی ما اینجا میاد درست میکنه. بالکن داریم و ساختمون روبرومون چون داره ساخت و ساز میکنه
افتضاح ویومون، ولی باید قفل و باز کنیم مثل همین. واقعا هوا بارونیه، خیلی خوشگله، هوا ولی این بارونیه، ساختمونه وقتی ابره. ساخته بشه خیلی قشنگ‌تر میشه. می‌دونی چی بجاش میگم؟ بغل جنگلی. Oh, really? Oh, it's خیلی just so هم beautiful. خوشگله. It's so debatable. فقط کاش این ساختمونه تو دهنمون نبود. آره این بده. و این بچه ها داره سبز میشه همه جا، خیلی حس خوبیه و کلی هم هوا خوبه. من شاید 2 تا آسمون صندلی رو برای اینجا بگیرم. صندلیمو هم من گره. خب فیلم برداری مامانم. خب I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.